کیست آنه که تو رو به این حال آورد؟ جانم، هستیم و زندگیم. او پس آن زندگیت کجاست؟ دنبال دیگری رفت. گفت عمر تو به پایان رسید. نمیبینی مردم، تنها یک جسمم، جسمی بیجا. چرا از اون نمیگذری؟ او جانی من است. آیا شده است باری که از بحر جانت گذشته باشی؟ آخر او ارزنده‌ات نیست، چرا دوستش می‌داری؟ وقتی که خود را در آینه میبینی کی رو برایت نمودار میشود؟ البته که خودم. خودت را دوست میداری؟ بله، چرا نه؟ پس من هر وقتی که با آینه مینگرم رو برایم آرام میبینم. پس چرا دوست ندارم خود را؟